اگه یادتون باشه قبل ورود LED ها به بازار، لامپ‌های فلورسنت توی طرح‌های مختلف مثل T10, T8, FPL توی بازار برای روشنایی خیلی مغروم به صرفه بودن. ولی وقتی که LED ها به بازار اومدن، به خاطر لومنبروات بالایی که ارائه میدادن، یعنی به ازای مصرف توان کمتر روشنایی بیشتری رو تولید میکردن، باعث شدن که این لامپ‌های فلورسنت کم کم از رده خارج بشن. البته هنوزم هستن خونه‌هایی که دارن این لامپ‌ها رو استفاده میکنن. توی این پست میخوایم این لامپ‌های LED که طرح این لامپ‌های FPL تولید شدن و برای این خونه‌هایی که دلشون نمیخواد قاب‌هاشون رو عوض بکنن و حالا به هر دلیلی امکان تعویض قاب‌هاشون رو ندارن تو بهتون معرفی بکنیم. همونطور که میبینید این لامپ‌ها نسبت به لامپ‌های فلورسنت از وات خیلی کمتری برخوردار هستش. اینجا 18 وات رو داره به ما نشون میده و در مقایسه با لامپ‌های FPL که 36 وات مصرف توان دارن. پس یه مزیت این لامپ ها اینه که توان رو در اصل نصف میکنن، چون ما برای هر قابی در اصل 2 تا از این لامپ ها احتیاج داریم که 2 تا 36 وات میشه 72 وات، در صورتی که برای اینا میشه 36 وات چون 18 وات هستن. از طرف دیگه لومنی که اینها به ما ارائه میدن خیلی بیشتر از لومنی هستش که این لامپ ها به ما ارائه میدن. برای اینکه ما بتونیم این لامپ ها رو استفاده بکنیم، تنها کاری که باید بکنیم اینه که این ترانسی که داخل قاب ها هست رو ما حذف بکنیم. چرا؟ چون این لامپ ها یه فاز و یه نل دارن که با استفاده از تغذیه مستقیم 230 ولتی که بهشون میدیم میتونیم به راحتی اونها رو روشن بکنیم. ولی برای اینها باید هر 4 تا پین مورد استفاده قرار بگیره. بذارید من اینو بهتون نشون بدم. ولی برای اونها ما باید تغذیه رو مستقیم استفاده بکنیم. میبینید که به صورت خیلی راحت و با برق 230 ولت این روشن میشه. اینجا هم یه قاب داریم، لامپ های فلورسنت رو عوض کردیم و این ترانس داخل این قاب رو عوض کردیم و به راحتی اگر ما برق مستقیم بهش بدیم این روشن میشه. از مزایای بارز لامپ های LED نسبت به FPL میتونیم به وات مصرفی بسیار پایین لامپ های LED نسبت به FPL اشاره بکنیم که لامپ های FPL 36 وات مصرف میکنن، در حالی که لامپ های LED 18 وات، یعنی LED ها نصف FPL ها در حال مصرف توان هستن و لومنی که به محیط هم ارائه میدن بسیار بالاتر هستش. بنابراین روشنایی بیشتری ما میتونیم برای محیط داشته باشیم وقتی که از لامپ های LED استفاده میکنیم. از طرف دیگه طول عمر لامپ های LED نسبت به لامپ های FPL حدود 10 برابر بیشتر هستش و اینها حدوداً 25,000 ساعت میتونن عمر داشته باشن. و یک مزیت خیلی خوبی که داره اینه که لامپ های FPL توی تکنولوژی ساختشون از گازهای سمی مثل جیوه استفاده میشه که اگر بشکنه و در تماس با پوست باشه میتونه عارضه های پوستی و حتی سرطان رو منجر بشه، در صورتی که لامپ های LED این مشکل رو برطرف کردن و اگر به هر دلیلی نفوذی به داخل لامپ هم داشته باشیم هیچ مضرت و هیچ عیبی برای پوست و بدن انسان به وجود نمیاد. پس دوستان خیلی خوشحال میشم که این پست رو در راستای صرفه‌جویی انرژی هم که هست تا اونجایی که میشه اشتراک بذارید تا این لامپ های FPL بشه کم کم از بازار واقعا خارج بشه و لامپ های LED جایگزینش بشه و اینکه بتونیم یک قدمی در راستای آگاهی بیشتر و کمک به محیط زیست برداریم. اگر هم این محصول رو میخواین داشته باشین از طریق دایرکت با من در ارتباط باشین.